خب من میخوام کار تلفیقی انجام بدم برای این موه، یعنی بالیاش ترکیبی هستش. این رایه‌های زیرشون خیلی کوتاهه، من پوششون نمیدم و این که خیلی موهاشون لخت و نرمه، یعنی انگار موهاش کراتین شده هستش. و برای اینکه این مو اصلا لیز نخوره من چند تا تکنیک انجام میدم تو فوی پیکیم. اول که موادم خیلی دقیق میزنم که اصلا 1% هم من تو کارم نشتی و کثیف کاری نداشته باشم. و همیشه هم من سر کارم برای تمیزی بیشتر یه لایه پنبه خیلی باریک تو قسمت ریشه میزنم. قسمت کلیدش اینه که من میام به فویلم 2 تا تافت میزنم و اینو یه مقدار بالاتر میبندم و اینو زمانی که میخوام ببندمش، یعنی به هم چفتش میکنم، این قسمت بالا اومده رو تا میکنم و از 2 تا بغل گیرش میکنم. این مو به هیچ عنوان دیگه لیز نمیخوره، یعنی تکون نمیخوره که بخواد نشتی بده یا اصلا تکون بخوره.